بچه سعی کنین بچه زیاد قرقرو نباشین، به مامانتون به باباتون گیر ندین، چای مایی زیاد نخورین چون بی خودی تو اتاق خوابتون رودخونه درست میشه شب. جورابتون هم توی یخچال نذارین، کتابتون هم تو جانویی نذارین، صبح هول نشین. فکر کنین دیشب کجا گذاشتین پیدا کنین، ولی میدونم که بالاخره مدرسه‌تون هم دیر میشه. اسمم اکبره، اسم بزرگم عبدی آقا باقر. از یه خانواده بسیار معمولی و کارگری میام، مثل همه آدم حسابی ها. یه زن دارم، یه بچه. جرقه بازیگری 8-9 سالم بود، از یه مهمونی خانوادگی برمیگشتیم. ادای همه آدمایی که تو مهمونی بودن مثل عمو و زنمو شروع کردم ادای اینا رو در آوردن. این ادامه داشت که یه خورده حرفه‌ای‌تر شد زمان راهنمایی، تا اینکه مادرم تنها ثروتش 3 تا علنگو بود فروخ، یه مقدارم از همسایه روبرویی قرض کرد و ما رو 3 ماه کلاس قانون روش فکری کودکان شعبه نازی‌آباد ثبت نام کردیم. اونجا یه روزی نشسته بودیم منتظر استاد بودیم، آقای دادشگر وارد شد. وقتی کار ما رو دید خیلی تشویق کرد و گفته بود به سرپرست کانون که این داره منفجر میشه از استعداد. جمعه ها گاهن وسط هفته 6-7 سالی بود که میرفتم کلکچال. یه روز تو کلکچال تئاتر اجرا میکردیم. آقایی به نام امیر حشمتی گفت دوست داری بیای تئاتر بازی کنی، ولی نقشی نیستم، جزو اهالی شهر. من از خود خواسته گفتم آره چرا نمیکنم. اواسط 57 روز اول انقلاب فیلم در پرونده آژین یونسکو به نام سیرک با شکوه رفت رو صحنه. تو این مقطع پام وا شد به تئاتر حرفه‌ای. من دل اون کار شدم 2 اجرایه به سرعت. توی نمایش کودکانی نقش شیرم بازی میکردم به همراه بچه‌هایی که الان جزو بازیگرای بزرگم، مثلا مثل کمند امیر سلیمان. یک 2 سالی ول کردم این کار رو، رفتم بیرون از تهران تو جاده مشهد توی کارخونه تراشکار قالب‌سازی، رشته‌ای که دیپلمشو گرفته بودم رو به صورت عملی تراشکار قالب‌ساز شدم. یه روز رضا جان آدرس گرفته بود و پرسون اومد کارخونه و ما رو پیدا کرد و گفت یه آدمای دیگه باید بیان مشغول شن به این کارا. برگشتیم اومدیم و تو فیلم تمرین شروع کردیم. نزدیکای عید بود، تو زمستان رفتیم کاشان و ابریانه و دهزیره. 6 قسمت مسئله بود. باز به نویسندگی سرکار خانم زایا زاکاریان همسر ایشون و بازی خود ایشون. بعد دیگه سریال بعدی اندر لطایف روزگار، بعد دیگه محل بروبیا 1 و محل بهداشت که میشد همون محل بروبیا 2 و کارهای از این دست که سال 65 با کار استاد مهرجویی با اجرانشینا پامون به سینما وا شد. ببینم چه قیافه یه تصادف کردی؟ برو بابا، کاش که تصادف کرده بودم، منفجر شدم. رفتم تو بنگاه داشتم شماره میگرفتم 823 که یهو دیدم گروپ وسط پیاده رو. خدا چقدر بهت رحم کرد. هنرپیشه طی یه جریاناتی ما 5 سال با هم همسایه شدیم با استاد مخبر. ناصرین چه اکتور سینما رو هم قبلش با هم کار کرده بودیم. توی این کار کردنه باعث شد که به هم نزدیکتر شدیم. بعد از فیلمبرداری دوستیمون ادامه داشت. بعد گفت عبدی جالب برخورد آدما باهات، من میخوام یه چیزی بنویسم، بازی میکنی؟ گفتم معلومه. گفت زندگی خودتو بود، بیشتر کاری. گفتم باشه، باعث افتخاره. اول زندگیمون خیلی خوب بود، نه اون کسی بود نه من. بعد من آرتیست شدم، اون هیچی نشد، هی پونه گرفت، گفت خونه سانتیمانتال میخوام. کلی فیلم که اصلا دوست نداشتم بازی کردم تا خونه سانتیمانتال برش درست دادم. بعد پیرش گرفت، پیر شده از بس که مرده پیر شده. چی شده از بس که چی شده؟ این چه جور حرف زدنی بود؟ آقا ولش کن بس این آقا تمرینشو بکنه.
خودت که نمیتونم. چرا ما دوتا همیشه باز دلقک بشیم؟ این همه عشق سینما هست تو سینما، بدیم به اونا خوب. نه من تا تیپو تبدیل به کاراکتر نکنم، یعنی تو درون حل بر خودم نکنم، یعنی قشنگ لمسش نکنم، زندگی نکنمش، اجراش نمی کنم و مسئولیتش رو نمیپذیرم. و شاید دلیل این که مخاطبم من باور میکنه وقتی مادر میشم، وقتی یه زن مثلا جا افتاده 35 ساله 40 ساله میشم، بچه میشم یا اگر پیرمرد میشم رو باور میکنه، دلیلش بیشتر همینه. این جانب بایرام گودرزی معروف به بایرام لودر، بچه سر آذری، خیلی خونجرم خونسرد، دارای زن و 7 بچه. بعد حساب کردم آقای دکتر اگه به من هر بچه 1 میلیون بده، مثلا خانمم 2 کیلو حموله بشه هر سال، حساب کردم 40 تا بچه بذار 40 میلیون رو گیرم میاد. این الان تو این بازار 2 میلیون سودشه. گفتم اگه اینجوری باشه دیگه از فردا من سر کار نمیرم، با خانمم تو خونه میریم تو کار صنایع دستی فقط بچه درست میکنم. الان شروع 53 سالگی میدونم که این کار به هیچ وجه شماره‌ای نداره بازیگر. یه وقتایی که بعد از فیلم برداری گیریمو میشورم، میام میبینم هیچ کس نیست، تا خونه گریه میکنم و میگم که پس من برای کی ارزش دارم. اونجا جاییه که پشیمون میشم چرا اصلا تو این کار اومدم، یا چرا وقتی اومدم زود نشناختمش نرفتم. بعضی وقتا احساس میکنم که بسیار تنهام و آینده خودم یه جوری تو خانه سالمندان جایی میبینم، چون تا وقتی که بهت نیاز دارن باز هستم.